دوستان عزیز قرار داره در موضع خوجه سنگخاک ناحیه ورزاب امروز 22 آگوست او ایلوی اومدیم اپا و خواهر و اکو و دادر شما هم توصیه میتونم بیایید موضع های بیدوان نغز است راحت میکنید گوش بیرون کرده استیم در گوش بیرون ما پیاز رو میتونیم بسم الله الرحمن الرحیم انا این گوش بیرونی ما انا این پیازی ما انا این کفگیری ما گوش بیرونی ما علاقه پختای شده است من حاضر گوش نموندم درست نموندم یک تا دون بچه‌ش میگیریم میخوریم دون بچه رو بینید دون بچه دون بچه رو ما میخوریم خوردن دون بچه هم صنعت است به شما نشون میدم و پیاز میپرتیم بسم الله الرحمن الرحیم گوشت و پیاز تنها تمام کشم میمونیم برای یک دیگه با گوشت است میکنیم الان رو پس میمونیم و کمک آب انداخته بوق میتیم چون که این در بلندی کوهستان است خوراک در میپزد گوشت بیرون در 2 ساعت بعد میپزد باز منم خیلی بوق میتیم اکنون میریم دون بخوریم دوستان عزیز دنبخوری در کوهستان با یک صنعت دارد وقتی که دنبه رو از درون یک جو شکک میگیرید من خیلی طریقه دیگه بالای سنگ میشنید و سنگ کوهستان گرد و اطراف همه کوهستان همه با دوای تازه نان گرمی عادی رو میگیرید نانهای قیمت رو نه چون که با نانهای قیمت دنبه نمیگوید با نان مولویمه که همین تو گرمه که وای عادی است که 2 سومون بود 5 سومون شده است با هوای من میگیرید و بسم الله الرحمن الرحیم خیلی نان رو دو جوان میکنید و دنبال رو بندش رو میمونید انا بعد محکم کردن نوشیجان میکنید بسم الله الرحمن الرحیم روح در اینجاست دوستان عزیز شما حتما خسته با یک کوهستان سیاحت روید خوراک های با مزه پزید لذت برید از این دنیا برای که دنیا 4 روز است همش میگذرد کار دنیا تمام شوی ندارد من امروز این کارا کنم پگاه دوستم پول جمع کنم و بعد برویم نمیشود هم دوستم پول جمع نمیشود همش برام رفتن میگیرد کار دنیا همه بابا و بیمون کار بود نکردن مردن رفتن ما هم خیلی کار دنیا بود نمیشد راحت کنید استراحت کنید بعد که دنبال رو که خوردیم از آب کوهستان یک پیاله آب میزنیم بعد گفتی او مصفید مردک 10 مرده کارمان ساز میشود لطمانه خدا باشید راحت کنید